های الینا نیکچه، الان که تو داری اینو میبینی خیلی وقت این کادو دستته. بعد البته که کادو خیلی زیاده خریدیم ما برد، ولی اینم یکی از کادوامونه. و اینکه داری میری و من قراره ولاگ اینم درست کنم، میذارمش چنل خودمون که یه بار دیگه هم با این گریه کنیم. خلاصه که اینم سباه بیا جلوی دوربین نمیبینم. لحظه آخری دم رفتم تو الان تو متروی منتظر مایی، به من گفته که اینو درست کن. خلاصه که یه بار دیگه هم قرار با این گریه کنیم. فعلا داره گم شد، بعدش میبینم. دیوفه این چرا دارم میگیرم از اینو میگیرم. نیکچه جون، امیدوارم خدا این مغز قوی تر از الان بشی و ادامه بدی بلا بلا بلا. یه بار دیگه هم با این گریه کن. بای بای. اومدیم اینا، تو الان اونجا منتظر مایی. خب ولی ما هم تازه است داریم راه میافتیم. ببین در بست قرار جر بدیم. میتونم من هرسان بچه رو آخه با گوش با گوش با گوش با این اگر قشنگ زیر نظر گرفتی که فردا بریم. نیکچه خوشحالی داری میری؟ والا راستش بخوای نه خیلی. تو نخور آب تو دلت نیست نه؟ راستش نه آدم راستش آدم باید یاره حقیقتی داریشه. نه خیلی ناراحتم. چرا؟ بیکاز دیگه با زهر مار داری میری دیگه راحت میشی. اگر باره گرا بودی آهنگ شما تو سوا فرستادن این ما چیز خونده با همه اینو گفتی خواهرت چیز میکنم رفتنی ساده نیکچه بس کن. چی بگیری؟ موزه سلافه دیگه به موزه چیز کجاست؟ موزه طبق خب موزه هنرهای زیبا بالاخره وقت شد بیان برای آخرین بار. یا تو یا هیچ کس دیگه. یا تو یا هیچ کس دیگه. حتی چشاتو میدونم. یا تو یا هیچ کس دیگه. کل فیلم پر شده از الینا. بریم داخل. اوه شیلم گربه. از این حالا میخوایم خارجه گرین عکسای تو موزه‌ای بگیریم. واو سچه واو. چقدر خوشگله. خب من فیلم نمیگیرم، میخوام برم ایتس کنم اینا رو همشون. یه طبقه دومم داره. نفتادم طبقه سوم هم داره.
طرفم هست. فقط خواستم دیتیلش رو بهتون نشون بدم، سعی میکنم نلرزه. چقدر قشنگه با اینکه رنگ روغنه، ولی مثلا برای اون زمان این تکنیک خیلی خوب در آورده. بعد فرانسیس خاورگال، صحنه نبرد 1865 میلادی، رنگ روغن روی بوم، ملیتش اتریشیه. مثلا تو اون دوران بکنم برای قرن 19 بزن. یه دونه دیگه خیلی جالبش بود، نگاه کن چروک لباس باشم، نقاشی ملیتش ایتالیاییه. چقدر خوب در آورد. اصلا حالتهای بدن رو نگاه. بگی رو آینه بیا سبا کن رو بیا اه بایی بایی مرسی. من اینجا بشنم یک سنگام بزید باش. کجا بشینی؟ سبا باید یه سوسو نور اینجا بده برد تو کنار از جیزه چی دانشون شده خودی فاله فال حافظه. نوشتی یادگاریمونم دیگه. آره هر روز بیام مثلا عکس بنداز بکنیم. بهمون فال دادن. فالتو نشون بده. با لباسش هم سته. با لباس سوام ست. فقط با لباس من ست. برای من این برش هم ست نیست. اینا نیاز به فال دارن. نه اینا چیز نیاز به فالای ست دارن. بایی ما از اول ویدیو داریم بایی میکنم. من بایی نشد دیگه. این سری بایی واقعی وقتی ویدیو چطور بگیریم مهاجرت حساب فرودگاه میگم این سری دیگه. این بای واقعی بایی. این بای واقعی. هات چاکلته، وایت چاکلته. خواستم امتحان کنمش. اینم چیه؟ اینم اپل پارادایز. اپل پارادایز بوی دارچین خیلی تندی داره ولی خیلی خوشبوه. من دیگه شما رو نمیبینم. من دیگه شما رو نمیبینم. دقیقا اون ویدیو الان دیگه داره میره دیگه. چه میشه کرد؟ ای بابا چه خیلی زندگی شد. چه کیلو 70 کیلو
زندگیشو تو 70 کیلو خلاصه کرده و داره فردا پس فردا میرم. چه میشه کرد؟ چیزیه که پیش میره. اگر نیومده خودت بپیش. عزیزم آره رو نمیدونم بر نمیگرده حالا این بر ببینه خانم اگه اینا یه زده و چیز باشه نیازم باشه آره آره این پسره الان بذار که کمک موزه کشتن مشتری خوبه مشتری خوبه تو فرودگاه ما حتی مهاجرت کردنی هم نمیتونیم که عالی مرسی داخل پرواز نشستید زنگ بزن. حالا حساب کنم